گفتاری هشتم. عزیزی دلم زلیخا. سفیدگلک دهه است سبز و خرم در کنار شهر، بسا آباد و زیباست و برای زندگی آسوده حالانه همه گونه شرایطش مهیا. سیاهگلک باشد ده است ناآباد دور از شهر در بغل کوها و روزگار مردمش خیلی گران. من افتخار دارم که اصلا سفید گلکیم، ولی اینک قریب 10 سال می شود که در سیاه گلک سر کفیده ام را زیر تاقی کرده زندگی دارم. سبب می پرسید؟ میلش می گویم. از دو سر روزگارتان به سفید گلک می افتد و خواه و ناخواه از قصه من آگاهی می یابید. از یک وجبه تا 100 وجبه همه آگاهند در این مکان از قصه من. به گمانم بچه های سفید گلک در مکتب همه به جای حکایه های کتاب خوانیش قصه مرا مطالعه می کنند. شفتالوی گپ همین که قریب 10 سال پیش از این روز من با جورم شاه ولی به خانه دوست او همدهمان شاه قربان مهمان شدیم. شما را نمیدانم، لیکن من عرق مفت یابم جگر سوخته ها بر این می نوشم. از این رو در خانه شاه قربان رسا نوشیدم. کم و بیش یاد دارم که شاه ولی و شاه قربان از نوشیدن به قدر امکان خودداری می کردند. دوام حادثه را به واسطه خودم نمیدانم. تفسیر آن را روز دیگر از زبان شاه ولی فهمیدم. خلاصه در خانه شاه قربان من نهایت مست شتله شدم و اول رسا از عشق و عاشقی لقیده خود را مجنون معرفی کردم و بالاخره تاقی شاه قربان را از سرش ربوده و او را در خجالت ماننده. شاه قربان کل بوده است. با تاقی دایره زده آوازی چون رادیوی شلق پردفکتم را پوره سر داده حافظی کردم. عزیزی دلم زلیخا، یار خوش دلم زلیخا. من بخبر شاه قربان زلیخا نام دختر قدرسی داشته است. سرودخانه مرا شنیده بیچاره دخترک از شرم رست می شود. مادر بد و بلایش از این همه به خود خلاصه درکاری برآورده، دست و آستین برزده، کارد آش در دست. هو شوره پشت دختر بازه، هو سکل تو که حالا تو دختر مرا از راه برآوردنی، حالا تو به شرم و حیا روی راست در خانه خودم با دختر خودم عشق ورزی کردنی، با بهانه مهمانی. حاضر من به تو نشان می دهم عزیزی دلت گویان. به من ماده پلنگ بر این هجوم می کند. خیریت شوهر شاه قربان از اهل فهم و مرد رحمدل بوده است. او با همراهی جورم شاه ولی پیش راه مادری بشور آمده را می گیرد. در حولی شور و غوغا می خیزد. همسایه ها هنگام طلب ها گرد می آیند. خیش و تبار شاه قربان از حادثه با خبر شده نیز به من دندان تیز می کنند. اما من به حس و به یاد و به پروا از این همه با تمام قوت دایره زده تاقی شاه قربان را پچق مچق کرده می سرایدم و می سرایدم. عزیزی دلم زلیخا، یار خوش دلم زلیخا. مردم به 3 گروه تقسیم شده بودند. گروه خیش و تباران خاندان شاه قربان با سرلشکری زنش به من هجوم میکردند. چند شاه قربان جورم و یک چند ثواب طلب خیر یک مستیه چی گفتنش را نمیداند گویان مرا حمایه می نمودند. گروه سیوم گروه سرنفوذترین عبارت از هنگام طلبان و بله گویان بودند. این سپیکتاکل 1 ساعت دوام کرده است. آخر 2-3 تن شربچه های دهه مرا جوال که بریم برداشته آورده بروی خانم پرتافتند. 3 روز دسته زن شاه قربان سر ناموس و ننگ استاده خانه مرا در محاصره نگاه داشتند. شعارشان یا حفظ ناموس یا مرگ بود. هر لحظه حیات مرا خطر جدی تهدید میکرد. خیریت شاه ولی با دسته اختیاریانش جان به گرو ایستاده مرا حمایت کرد. من بین آب و آتش مانده بودم. از یک طرف ترس، از طرف دیگر شرم و حیا عذابم میداد. نهایت شورای فوق‌العاده دسته اختیاریان محافظان من به خلاصه آمدند که من باید فوراً به دهه بیخوف و دوردست سیاه گلک فرار کنم. اینک چخیلی که گفتم قریب 10 سال می شود که من ساکن دهه سیاه گلک. دلم به یاد سفید گلک گم می زند، ولی علاج ندارم.